منتخب جودوی تاجیک با بالای تاتامی وارد می شود و این است بوتبول توهر، ورزشگر 25 ساله اسرائیلی، آنه که در ریتینگ موقع دهم را اشغال می کند، در دهگانه بهترین ها قرار دارد و از بهروز خواجه‌زاده شکست خورده است. یک شکستی تلخ از بهروز خواجه‌زاده دارد و آن را نیز برای شما یادآور خواهم شد که آن کوازمایی در آغاز فصل‌های جودوی جهانی در سال 2018 در گران پری تل آویو رقم خورده بود و بهروز خواجه‌زاده در ثانیه پایانی وقت اساسی که با یک وزری باخته ایستاده بود، حریف را با یک زیدی حمله به تختپوش زد و هزاران هموطن بوتبول در آنجا حیرت زده شدند و باشد که این عملکرد بار دیگر تکرار شود و طبع واقعا خاطر هزاران طرفدار گوشتین جودو در اینجا بالیده گردد. خواجه‌زاده امروز از خود در چند روش پرتابی هنر و استعداد فوق‌العاده نشان داد، از آن جمله در رقابت یک سیاه نگ ایپان پرتاب از بالای شانه وزری یکم که نیمی پیروزی است در اینجا برای خواجه‌زاده مبارک باشد. ماتیو داوری فرانسوی اینجا وزری قضاوت کرد. دوستان واقعا قسمت پهلوی حریف هم با زمین افتید، در نوارهای تدریجی دیدیم و خواجه‌زاده هم همان چنگ که واقعا خیلی محکم است به قسمت راست گریبان حریف میل زدن دارد و بعدا پرتاب کردن او را به سمت‌های مختلف. بار دیگر از روش اصول ضربه‌ای استفاده می‌کند و این دوستان یعنی ایواز کردن تاکتیکا، یک روش‌های مختلف برای خواجه‌زاده که در اینجا مهم هستند استفاده می‌کند. اوکوری اشیبرای اصول‌های ضربه‌ای با پشت پای و بعداً پرتاب‌های سر شانه سوری کامیگاشی نیز عین مدعا هستند که بهروز خواجه‌زاده استفاده کند. یک وزر دیگر قبل از انجام وقت اساسی بهروز خواجه‌زاده رو به مرحله بعدی خواهد برد. همین طور هم می شود. وزری عوضت ایپان، پیروزی نوبتی خواجه‌زاده و کل طرفداران گوشتین طرزی جودوی تاجیک مبارک باشد. واقعا اینجا اکنون می ارزد که از تمریناتی که از سوی فدراسیای جودوی تاجیک برای این ورزشگران مهیا گردید در توکیو، از خودی دستاندرکاران اظهار سپاس کرد و از خودی یعنی مقامات‌های داخل کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و همچنین کمیته ملی المپی تاجیکستان که واقعا طی سال‌های اخیر در نوع ورزش‌های المپی جهد و تلاشی بیشتر می‌کنند. خواجه‌زاده بهروز روی یک تصویر نزدیک و محمد مراد عبدالرحمن بویادو را در اینجا تبریک میکرد، چون در تصویر هم نفتید. این هم لحظه اول بوتبول مراتبه دویم پی خوشبختانه از بهروز خواجه‌زاده شکست خورد. بار دیگر میبینیم اینجا سوری کامیگاشی با روش یا پرتابی پانسه نگ بسیار خوب رقم خورد و به همین طریق این امتیاز اولی وزری بود که خواجه‌زاده گرفت. واقعا در این روز خواجه‌زاده ورزشگران را از حد راه برداشته بود که آنها در دهگانه بهترین ها بودند، از آن جمله همین خود طاهر بوتبول و همچنین سند آچیر ورزشگر مغولستانی نیست در روی خط بهترین ورزشگران بود و محمد مراد عبدالرحمنوف نیست اینجا فوراً به وزری که خواجه‌زاده گرفته بود اشاره کرد و کفکوبی کرد. در